چطور میتونید در بلند مدت با ریسک کم یک ثروت بسازید. اینجا روی کامپیوتر به شما این چیزو نشون میدم، این PDF و سرمایه گذاری یک سند استراتژیک از شرکت مشاوره سرمایه خودمونه. چگونه میتوانید با پس‌اندازهای کوچک یک ثروت بزرگ یا ثروت بزرگی بسازید. هر ساخت سرمایه 3 مرحله داره. شما باید یعنی اگر میخواید سرمایه گذاری خوبی داشته باشید، شما باید همیشه 3 کار بکنید. یک، استمرار باید داشته باشید. شما باید قدم به قدم، یعنی هر ماه، هر سال، هر ماه، هر 2 ماه، همیشه چند سال پشت سر هم با استمرار شما باید پولتون رو پس‌انداز بکنید. بعد در بلند مدت باشه، 1 سال 2 سال قبول نیست، از 10 سال به بالا، 10 سال 15 سال 20 سال 30 سال نهایتا خیلی خوبه. و پس‌انداز با استمرار در بلند مدت ثروت شما را ایجاد میکنه. سرمایه گذاری که میکنید باید یک سری ویژگی ها داشته باشه. یکی از ویژگی های بارزش که به شما کمک میکنه ثروت بسازید همینجا. یک سرمایه گذاری خوب یک سری ویژگی هایی داره. یک، هزینه کم داره، چون هر نوع سرمایه گذاری خرج داره. شما هر چیزی که سرمایه گذاری میکنید باید یک هزینه پرداخت بکنید. مثال اینکه شما هر دفعه که میخواین، مثلا اینکه شما طلا میخرید، طلا اگر میخواین بخرید و طلا رو داخل بانک میخواین بذارید، طلا باید برید بخرید، یعنی تا اونجا باید برید. وقتی که اونو خریدید باید طلا رو بگیرید یک جایی، داخل یک لاگری، داخل یک مکانی، داخل یک گاف صندوقی باید بذارید، یا اینکه داخل بانک اینقدر صندوقایی به شما میخرید ماهی 24 یورو نمیدونم شما میتونید بخرید، یا اینکه میتونید برید داخل، بعد اونو باید دوباره برید بفروشید، دوباره باید پرداخت بکنید برای بجز سودش برای خرید و فروشش هم یک پولی میگیره. یا اینکه حتی اگر شما سهام بخرید، هر دفعه که میخرید به کارگزار، به همون شرکتی، به همون بروکر شما یک پولی اونجا میدید و اون پول یک هزینه است. حتی مثلا یک خانه میخواین بخرید، اگر شما یک خانه رو بخرید، این خانه شما هزینه داره. هر چند مدتی مثلا سقفش خراب میشه، زمین خراب میشه، رنگکاری نیاز داره، تعمیر نیاز داره، تعمیر، نگهداری و هزینات، تمام اینا یک نوع باید پرداخت بشه. و سرمایه گذاری خوبه که هزینه کم داشته باشه، یک تنوع داشته باشه. اگر شما تمام داراییتون رو مثلا بریزید داخل یک شرکت سهام، مثلا که طلا بخرید، تمام داراییتون 100,000 یورو دارید، 100,000 یورو رو میذارید، خدای نکرده به خانه شما حمله میشه، دزدا میاد و جای طلاها رو پیدا میکنه میبره. یا اینکه شما میرید داخل یک شرکت ناآشنا 15,000 یورو 20,000 یورو سرمایه گذاری میکنید و این 20,000 یورو این شرکت کلا از بین میره، این شرکت کاملا ورشکسته میشه و شما از دست دادید سرمایه گذاریتون. اگر سرمایه گذاری بکنید که مثلا اینکه 1000 تا شرکت باشه، 100 تا شرکت باشه، 40 تا شرکت باشه، از این 40 تا شرکت امکان نداره که همشون خراب بشه، همشون از بین بره، همشون ورشکسته بشه، یا همه این شرکت ها اصلا غیر ممکنه که مدیریت خرابی داشته باشه، یکی دو تاش مدیریت خرابی داره. بعد ریسک کم داشته باشه، ریسکش کم باشه. یک استارتاپ ریسک خیلی زیادی داره و اینم مخصوصا برای کسانی که پول کم دارن، درآمد کم دارن و میخوان در دراز مدت سرمایه بسازن. این نوع سرمایه گذاری ها مثلا در استارتاپ اصلا گزینه خوبی نیست بدون سرمایه اولیه باشه. شما اگر میخواین که سرمایه گذاری کنید، از نظر من نباید، مثلا بعضی چیزا هست مثلا هج فاندز هست، شما باید 500,000 یورو یا 1 میلیون یورو باید داشته باشید کمش و غیر از اون قبول نیست. به رسمیت شناخته شده باشه، مثلا اینکه کریپتو به رسمیت هنوز شناخته نشده، دقیقاً هنوز regulated نیست، هنوز از طرف دولت، از طرف چیز پشتیبانی درست حسابی نمیشه، یعنی هنوز یک مدل ریسکه. و در بازارهای سهام باشه از نظر ما، چون بازارهای سهام از طرف دولت پشتیبانی میشه، دولت پشتشون هست، بانک ها، همه اینا، و در دراز مدت فقط شرکت ها همه در بازارها، هر از آدمای پولدار همه تقریبا در بازارهای سهام سرمایه گذاری میکنند و سودآوری خوبی داشته باشه که به شما بازده خوبی داشته باشه برای شما بازدهیش خوب باشه تا بتونید یک سرمایه گذاری عالی داشته باشید. اگر سرمایه گذاری شما این چند تا ویژگی رو داشت و شما تونستید با استمرار در دراز مدت پولتون رو پس انداز بکنید و سود روی این پولتون بگیرید، هیچ شک و تردیدی در پولدار شدن و در دارا شدن شما نیست.
و یک راهی هست که از این راه ها زیاده. ما داخل کورسمون به شما آموزش میدیم، با ما تماس بگیرید. اینجا یک لینکی هست، با ما تماس بگیرید، ما اینو به شما آموزش میدیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.